سلام به همه دوستان و علاقمندان به دنیای فیلم و سینما. امروز با یه ویدیو جدید اومدم که شاید اولش فکر کنید یکی با نرم افزارهای 3D این صحنه ها رو خلق کرده، یا شاید فکر کنید که یه بازیگر با گریم حرفه‌ای داره توی کوچه قدم میزنه. ولی این ویدیو دومی که داریم نشون میده که اینا همه کار هوش مصنوعیه. باورتون میشد حتی حرکاتی که فکر میکنید فقط توی فیلم های 4K میبینید حالا با هوش مصنوعی و به صورت خیلی دقیق و منظم انجام میشه. این ویدیوها یه چیزی به ما میگن آینده این چندان داره که دیگه نمیتونیم فرق بین واقعیت و دنیای مجازی رو تشخیص بدیم. هوش مصنوعی سورا که توسط کمپانی اوپن‌آی ساخته شده میتونه دنیای سینما و حتی ویدیوهای استود رو کاملا دگرگون کنه. تصور کنید حیوانات، شکل‌ها، لباس‌ها همه به صورت خیلی دقیق و واقعی بدون نیاز به هزینه‌های گزاف. البته برای بعضی‌ها این میتونه یه تهدید باشه، ولی برای من این پیشرفت‌ها توی صنعت فیلمسازی واقعاً هیجان انگیزه. خوشحالم که میبینم این صنعت روز به روز داره پیشرفت میکنه و میرسه به جایی که ما میتونیم با چند کلیک ساده که فیلم سینمایی باور نکردنی رو با هزینه خیلی کمتر بسازیم. اون چیزایی که تو ذهنمونه رو میتونیم به تصویر بکشیم و به اشتراک بذاریم تا همه ازش لذت ببرن. دمتون گرم که همراه من بودید. منتظر نظراتتون هستم.